من یک زن هستم که از جمهوری تاجیکستان خب با دو فرزندم از سال 2006 در مهاجرتم. در 3-4 سال یک بار تاجیکستان میرم. من خوبی تاجیکستان رو ندیدم اکا جان. من بهبودی تاجیکستان رو ندیدم. من 2 فرزند من پشت این خیلی به ناموسا مردکایی که حاضر این زبانشان 6 متر چی دیده در تاجیکستان؟ 4 فنری بربلو جای قماربازی به ناموسا یک زواد توی کنین چپگردان کنین پخته بکارین اویی که ما اینجا میوین توالت ارسو را بیچوک ارسو را جمع میکنین برین در تاجیکستان اخما پخته را بچینین و بولگاری اخمون شما خب نیست. زنی تره خواهری تره مادری تره استفاده بودیسن در روسیه به ناموس در چه بهبودی دیده؟ من نمیگم پرزیدنت ما گنده صاف و شخره در دهنی کنی پرزیدنت جمع شدگین چی کردین برای تاجیکستان؟ ما مردم خنون اومده این مهنت کردین 4 تنگه جمع کردین رفتیم خونه کردین رفتیم زمین خریدین زمین خریدین یک زمینه 6 بار فروختن 6 بار یک پارچه زمینه فروختگیان با کدام زبانی دراز تگاب میزنی تو میتونی کرانتین شی کرانتین همه را محکم کردن چی با بردیلو را محکم نکردن تو زبانی تو دراز عیدشنبه تو قرغان یا چند تا زنی تاجیک در رها ایستادگیان تو ناموس داری زنها را جمع کن ای روی چی شیشتگیان زنها قدیره ساعت 12 شب ای سری پریشون ای پول داریشون ای روی که فرزندشون گشنه و تشنه در خانه شیشتگیان با کدام نام ستگم میزنی؟ خب یک لحظه بفرمایید جوابش بدم. بتی جواب ناکه اپای خواهر سال 2006 امی سوال اول پدر دا بته دیم شوهر دا که اول شوهر دا بته دیم پدر دا که ای بناموسو اول نه پدر دا بته نه بناموس پدر تصور که از بیما جواب ما بگو مکه نه بس من جواب ما بگو مخی تمارا بناموس گفته استم من مهنت کردستم دستم خاطی مهنت کردستم بچه ما مکتب خونونده استم دختر ما مکتب خونونده استم بناموس انمو پدر تا که تره نمی خیلی تربیه کرده گیر ایگه پا نگو ما به ناموسی نباتی در جواب میگون که پدرت به ناموس ها که تره نمی خیلی تربیه کرده که برا در روسیه بخشش برای سخت زدن ها چکاری میکنن همون جدت بیا در همین جمع کن که پر مهنت که هنر یاد بگی زندگی تا پیش بر دو زندگی را یاد بگی کراله باوری زندگی میکنی اکا جان زنی تو کراله وار زندگی نکیسه مرا گوش که تو در یک روز 150 میلیون اسفندیار این قدر خودت بگیم آدمی تربیت دار این قدر مرا پدرم ایتا پدرم اوتا این چی نمود زبونه که مرا طرف فلانت میکنن این خیلی زبونه ما در زبان خر زبان 20,000 آدم تماشا دارد نامی ما چی میگفت چی میگیری ای بای شرمای بچه اینجا مادرها گوش میکنن او خی مالش اگر که این آدم از علم از دردش گپ میزنه اما نباید این خیلی بگیم حقارت داشتن اکا جان مرا پدر ما گپ زده بس اکا جان مرا پدر ما حقارت کرد مادر ما گفتم خود ما گفتم نکی ای به ناموس ما زنم ما شرایطی نداشتم که پدر ما وفات کرد به ناموس شو تا به ناموس اکاو دادر تا به ناموس برای تر مادر روسیه رفتی تر نگاه کردن نتونستن مرا گوش که همین تو حاضی خواهر تا نگاه کردم میتونی نگو این زنا از مجبوری رفتگیانه آدم اکا جان تو این خیلی مردم نگو این مردم وقت دشمن نسوخت از یک رحمونو فی نجست دفاع داری تو این مادرایی که در اینجا اومدن عذاب میکشن کار میکنن تو اینا را میگوی که هی بیناموس او زنایی که رفتگیان اونا از بیناموسی رفتگیان بچه این گپ نگو مردم وقت دشمن نکه در یگون جو نخپن چپت کنن بعد همینجا خب بفرمایید سلام علیکم یک سخن بگی یک لحظه همین خواهر صحبت کنه بیا پس نمیزنیم اکا جان یک لحظه اسفندیار میکروفونت کشتگی اینه ما ملت به ناموسیم آمده این در شهر مردم بست یک لحظه
толи урус шуштесем меҳнати ҳалол кадестем. یک لحظه اسفندیار آوازی تو میکروفونی تو خاموش بود صدای تو نمیومد. خواهش میکنم دشنام نکن. همو تاجیکستان گوش کنین آخه بس مادامی که میدان درآمدی آخه تحمل کنین گپارا. این مادر علم میکنه هزارها کسو مرا دشنام کردگی، نه زن موندگی، نه خواهر موندگی، نه مادر موندگی. خب تحمل بکن آخه این درد علم خودش گفتگی. خب تو مرا به ناموس نگه. من ناموس دارم برآمدم کار کردستم برای زنم، برای فرزندم، برای اپم، برای جیانم، برای پدرم که او را نگاه کنم زندگیشون. مرا میگه تو به ناموسی. من برآمدم مهنت کردستم، پدرش به ناموس که خونش در خوبه، دکش به ناموس که خونش در خوبه را نگاه کردن نمیتونه. میگه تو برای رسید از زندگی کار کنم را زندگیمون پیش بر. همین باری پدری ما جای شو پروردگار که تو یکنیم 150 سامان میوی سالش وقت ساعت شو ما همونجا میرم یکم پرابلم نیست. مردن حق من نمیترسم. همه خداوند که در کار باشم میرم پیشش. گپی کلان گپ نزد. خب تو گپی مرا گوش کن. آخرون سوالتون بتین خواهر بعد اینجا باز دیگر رو صحبت کنم. نه همین اکجان نگوش کنین. همین کرانتین کردن همین در تاجیکستان ما برای چی جایی دیسکوتک را محکم نکردن، جای قمار بازار را محکم نکردن. سوال در جواب بگم. نه نگم از گپ در جواب نگم. من سوال امروز جواب نگم. بس دولی مگم بود نکردم اکجان. بس همین گپ شبو کنه. ما چی تا محکم کردم که مثال جوانو نروا، مسافیدو نروا، دیگهش نروا، کسالا میقپن. در اوجوها کسالو را نمیقپن. میروان ها قنچقش سوم داره، میروا پیوه را میخره، عرق میخره، کیف صفوش هم میکنه. او دا مرحمت بروان. او یگان کسال نمیقپن. خب او مسلمانی که میروا در رکعت نمازش میخونه، خداوند با نون حلال نون مون بیایم زندگی مون بریم. او همش کاری کیه کورکنی ها اونا ملیسا و دیگه شوی دروز ریده میکنه، سوما میقپه، زندگیش 100% کته جمع دوزه. بودکش سیره، بودکش پره، رنگی موری کم بغلی کن کنده انا ایجا نمیو یک پونش دریده مهنت کنه برف تا زانوه زنک تاجیک لام در دست یخ دل بیت کنه ساعت 3 شوه دوارنکی کار کنه. اکا در کشتان شده که خداوند را با مهنتی ها رزق روزی تا با تاکسی یفته. ما زنکیم برویم چیکار کنیم؟ گفتی خودت که در شب برویم ترساده بیستیم چیکار کنیم؟ خیلی این کاری آدمی پس نگاه که اپا مطرح گپی دیگر نگم. سکای همی 3 ماه گشنه بگرد، 3 ماه عذاب کشیده زندگی تبر هنر یاد بگی. شغل اهالی همی 3 ماه که تو کار میکنی ای طرف شغل اهالی تو دا 500 سمه 400 سم کمکت میکنه. نگاه که اپا گم گوش کن. باز من همه سوالو در جواب میگم خیپا جان. من میگم تو شب بگم بعد شب گپ بزن. مرا گوش کاکا جان یه مینوت دیگه یک سکون میگو که هنر همه هنر داریم. انا که گوش که کلخوزش میره کاری کلخوز بریگادیرش میگه بیا بریم چریز پستل همه کار فهمیدی؟ اسفندیار فهمیدی؟ همه ریکور انمون آدمای زیر دستای رژیم رحمانوفن. مرا گوش که مرا چیده نمیگم بیا بریم پستل. آخی چه اگر تو یه خیلمون درست بدوشی پیش بر بدوشی بعد میگم تو مکردم خدا. اما که میگو که ای کاری کلخوزش سر میشه دخترش برا کار ده خوندگی براتش میگه ورچش میگه تا میکنی اینمی کارا بکه مرحمت جای کار خولیه اینا بیا کار که باز اینا برامده گفت زاده تونسته استای اینمی اکا حسین اشروفه نگه که همو برا سیومکش که بگو که من خیلی هنر دارم همی گفت بگد سیومکه که سکریپت کامera هسته تلفونو ده سیومکش که پرتاش بگو که اینه آدم برای کار در گرفتن اینه خیلی کار لگد میکنه. همه ایرکو تو در کذا که نمیتونی سود میره برای عریضه که همی فرزند در پدر همی فرزند تمیسا علمین بتکو همی سودی پدر نالد چیز بیوزنی هست که همه ایمورا اول ایتای دستش میگذرانه بعد همورا همه ایموانم خیلی
خیلی او خودش هم خیلی او را پدرش تربیه کرده هم خیلی که هم کار بکن هم پدرش تربیه میکنن هم راحتی کن هم خیلی زندگی بهای خیلی پدرش هم هسته هیچ ما زویسید نمیکنه ای دولت زویسید نمیکنه ای هر یک شخصیت زویسید میکنه پای خواهری ما تدام میبرم تو بیا تاجیکستان نمی نمره تلفن نمیتونه تاجیکستان دا باشه والله قسم یگم ذات یادم نمی خدم با پیش میرم میبرم نشانت میتونم که آدمو چه خیلی زندگی دارن به پاستل یگم جو رفتگی نیستن کس دارن نه دارن زندگیشون پیش برده استن خب ما خدم بچه‌م میبینم چیزا ما باور میکنم زیرا که میگن ما را ندیده باشیم باورش نمیکنم برای همین گپا را ما نگین التماس تشکر زیاد خواهر عزیز تشکر زیاد ان شاءالله که باز اینجا برادرها جواب این برادرها میتین خب اسفندیار یک بار بخشش بپرس از این خواهر برای گفتگویات خواهر جان اپای خواهر هزار بخشش یکی خیلی مرا وجدانم داخل نرویم چیندا زدیوت کردی کم ترگفی بزه گفتم 1000 بار بخششی کلون انا این مردونگی اکا جان هیچ گپ نیسته تا بنده خداوند ایسرش نگذرانه ای روزا کو ای روزا نمیفهمه پروست شما ایسرتون گذراندگی نیستین نمیفهمین چیزی که شما میگین ما ایسرم گذراندگی ما پجام بنام خدا دشمنی مرا نشانه تا روزا را ایدستی کی والله قسم خورده استم روز را که ما ایسرم گذراندگیم دشمن ما دشمنش نشانه تا روزا دشمن ما نشانه تا روزا شما مرا گفتین که ما گایا دو دیخ کدا کیف کدا گشته استم نه ما چی عذاب کشیدگی که ما تو این روز رسیدگیم اسفندیار یک لحظه اینجا مردم نوشته شدن نسبت خودت دهیوسی بیناموسی خدا زده به شرفی به غیرت خلاصه نسبت خودت بسیار چیز نوشته شدن خب اما هر یک آدم خودش خچه نگاه کرده جواب میگه ده و نوشتگیشون اما نمیتونم عزیز خدا نگهدارتون باشه خب ببین برادر اگر امکان باشه حاضی ما صحبتون میتیم این برادر الماس گپ میزنه و بعد صحبتون میتیم ببین برادر اسفندیار شما در گفته های اون آدم کنیش نه وقتی که این مردم مهاجرن در عذابن از سیاست این ناخیرتمندانه این امین رحمانوف اینا در عذابن تو با این کارت میدونی چی کار کرده ایسو تو یعنی که تو میگوی که خیلی من با ایش کار ندارم با اوناش کار ندارم پروست من یا آدم نمیجا کار میکنم و خدم یافته استم خدم پروست یعنی که با این کارت یعنی اگر شما را بفاره کار کنی نه اکای سین بس ما گم بزنم تو آخره بعد جواب مرا بگو این کارات یعنی که دلیل این هست یعنی شرح دهنده این است که همین وطن تنجای بفرا تو بیا این کار هست کار کنی چی قای دور میره گپ میزنی مردک بیا کار کنه همین حکومت با شما را بیا کار بتیا حکومت بیا با شما را بگیم که پول بتیا نام بتیا شما خودم بخیزیم بکنین این حکومت اوخی اگر این خیر باشه همین حکومت اصلا چی مسئولیتش چیکار کنه باید همه آدم خودش بکنه همین حکومت برای خاطری چی اولیگا گفته بودن برای چی همین حکومت جواب تو ما کسیم بگو جوابتی ما راست دیگه مهاجرت میگن من مهاجرای را میدونم که در تاجیکستان اکادمی میلیتسیا را خوندگان کراسنی دیپلم زوانی ستارش لتینانت گفتن که ما کار نمیکنیم لیسا و دیپلم شاوزی فراد میرم حاضی میرم میبرارم نشان میتم دیپلم شا روسیه ده حاضی دو خونه خریدگی زنش تاجیکستان زن کودکاش گرفتگی رفتگی روسیه ده دو خونه خریدگی زندگی کرده است ای برادر هر یک انسان رزق داره خداوند رزقش داده هر یک تیموره مرا رزق ما در دوشنبه داد خطا در پولشا داد یکم در افریقا داد دوشا در جای دیگه داد هر کس رزقش خدا در همون جاش داد هر کس رفت به همون جای در کارش برای رزقش جداز بیا ما گپ مبود کنم اتاش تو حکمت میگن اوخی خی حکمت اوخی در حکمت چکو کنه با اوخی نه مرحمت ببرو کار که پیشنهاد که دولت حکومت این من خیلی چی دارم که نمی زندگی ما را پیش میکنه آباد میکنه بهتر میکنه خیلی دولت که تو را
رد کرد کاغذ پیش مینا تو برو بعد بگو که نه ما پیشنهاد ما کردم پیشمو قطعی داکمنت قطعی برای که در دولت همه چیزا داکمنت قطعی میگن ما پیشنهاد کردم شما رد کردین همین گفته مرا برادر الماس